خانگی هوشمند خوش آمدید. در این سینما با سناریوهای مختلفی که اینجا وجود داره شما میتونید سناریوی مورد نظر خودتون رو انتخاب بکنید و مجموعه اتفاقهایی که برای این سناریو تعریف شده مرحله به مرحله نشون داده میشه. به عنوان مثال سیستم پخش صوت روشن میشه، پرده مربوط به ویدئو پروژکتور باز میشه و ویدئو پروژکتور شروع میکنه به روشن شدن. همینطور شما میتونید افکت های مختلفی رو روی دیوارها داشته باشید برای شروع این سناریو. سینمای مرکزی خونه احتیاج به یک چنین سیستمی دارید که شما میتونید بخش‌های مختلفی رو برای اون متصور بشید. شما میتونید ویدیوهای مختلفی رو انتخاب بکنید از روی سیستم مرکزیتون و اون رو پلی بکنید. همینجور میتونید زبان‌های مختلفی رو داشته باشین و میتونید تمام کنترل‌های مربوط به این سیستم رو انجام بدید. سینمای هوشمند به اسپیکرهای اسمارت جی 4 مجهز شده که همینجور مشاهده میکنید این اسپیکرها با طراحی بسیار زیبایی ساخته شدن و مجهز به سیستم 5 به اضافه 1 دالبی هستن. همونطور که مشاهده میکنید 2 اسپیکر در جلو، 2 اسپیکر در عقب، اسپیکر مرکزی و سیستم ساب‌ووفر که از صدا و کیفیت بسیار بالایی هم برخوردار هستند. در انتها موقعی که میخوایم از این سینمای هوشمند خارج بشیم با فشردن یک کلید تمام سیستم ها شروع میکنن دونه دونه به خاموش شدن و میتونیم آماده بشیم برای خارج شدن از این فضا.